بهم گفت یه دختردایی دارم خیلی حسوده، هرچی که من امروز بخرم فردا تن اونه، خستم کرده. بهش گفتم ناراحت میشی اگه بدونی بقیه سلیقتو قبول دارن و دوست دارن شکل تو باشن؟ گفت این که سلیقه‌مو قبول داشته باشن ناراحتم نمیکنه، ولی این که بخوان شکل من باشن و دوست ندارم. بهش گفتم میدونی علت این مسئله چیه؟ عزت نفس پایین. ما یه وقتایی دوست داریم فقط خودمون این لباس رو داشته باشیم، فقط خودمون تو کل فامیل این دکوراسیون منزل رو بچینیم، این غذا رو درست بکنیم. چرا؟ برای اینکه سر زبونا بیفتیم، برای اینکه به وسیله اون داشته هامون خودمون رو به بقیه ثابت بکنیم. وقتی کسی شبیه به ما عمل میکنه دیگه اون حس تک بودنه ازمون گرفته میشه، واسه همین اذیت میشیم. پس ما نمیتونیم هر جایی به هر کسی سریع برچسب آدم حسودو بزنیم. یه جاهایی شاید عزت نفس ما پایینه که همچین فکری در مورد بقیه داریم.